دلبرکای من، وقتتون بخیر باشه. این قهوه به نیت شما برگردونده شده. کلا من قهوه رو برمیگردونم، میگم هر کسی که این ویدیو رو قراره ببینه، توی مسیرش قرار میگیره و میاد روش کلیک میکنه، به نیت اون دارم برش میگردونم. اگر پیامی هست روی زبان من جاری کن، من براشون این پیام رو برسونم. و ماجرا این میشه که شما میایین میرسین اینجا و فالتون رو نگاه میکنین. قبل از اینکه شروع بکنم به تفسیر کردن، لطفاً یه سابسکرایب بزنین، چون این اولین ویدیوی من توی یوتیوبه و حتما این پست رو هم لایک بکنید، بذارین که برکت وجودتون توی یوتیوب هم با من همراه باشه. بریم برای تفسیر قهوه، ببینیم که برای شما چه انرژی هایی داره. ببینید یکم استرس دارم براتون میبینم، خب ولی چون کم رنگ، ناراحتی، دلاشوب بودن دارید، خب استرس دارید، ناراحتی، دلتون آشوبه، ولی این موضوع رفع میشه، موندگار نیست. ببین اینجا رو، ای خدا چه قشنگ چسبیده. هر موقع فال اینجوری میچسبه، من میگم فال بد جور گرفته. هر چی که قراره بگم براتون اتفاق میفته. بذار من یه دستمال بیارم بذارم زیر این. بچه گربه بنده خدای من هر بار دستمال میبینه فکر میکنه قراره بگیرم چشاشو تمیز کنم، فقط میترسه. خب ببینیم قهوه براتون چی داره. بازم ببینین این از دستم ریخت، ولی من احساس میکنم خیلی تو تکاپو هستین، استرس دارین، ولی در کنارش هم خوشخبری، احساس خوب رو قرار داشته باشید. بریم برای تفسیر فنجون. نگاه کن فنجون رو، ماشین رو ببین چه ماشین قشنگی اینجا افتاده. این وسیله نقلیه است، خرید و فروشش با زنگ و تماس صورت میگیره. ماشین گذاشتی تو دیوار، نمیدونم سپردی به کسی ماشین تو درستش بکنه، میگه یه زنگ، ببین این تماسه، میگه یه زنگ و تماسی، یه زنگ و تماسی روی این مسئله ماشین داری، خوشحالی داری، جاده میخوای بری، مسافرت میخوای بری، برات قشنگه. من توی مسیرت هم گلهایی رو دارم میبینم که رویده. مسیر اگه میخوای بری، جا به جا میخوای بشی، برات خوب افتاده. اینجا از طرف کسی که توی اسمش م و ر داره خوشخبری میبینم. از کسی که داخل اسمش م و ر هست یک خبر خوش قراره که بشنوی. یکم احساس سنگینی داری، یا مثلا داری به در و دیوار میزنی که رو خودت دعا هست، این دعا رو باطل بکنی. شاید از زبون کسی شنیدی که دعا داری، من نمیبینم برات. یعنی اگه از زبون کسی هم شنیدی که دعا داری، به من نشون نمیده سنگینی رو والا. و اینجوری نگاه بکن فنجون تو، دقیقا نیمرخ یک آقا، موهای مشکی پرپشت، این دماغ عقابی طورشه، داخل فنجونت روبروش هم یه حلقه شکسته است. ببین یا با این آقا رابطتون الان شکرابه، یا این آدم قبلا طلاق گرفته ولی الان رو بخت هم دیگه هستید. خب الان تو یک مسیر درست و احساسی برای همدیگه قرار گرفتید. اگر هم باهاش کات هستی با این شخص، داره میگه آشتی دارید، ولی واسطه ای اینجا دارم میبینم که این واسطه میاد شما رو آشتی میده. بچه نیت بارداری هر کسی که داره، یا مثلا خواهرش میخواد باردار بشه، رفیقش میخواد باردار بشه، من میخوام خبری از این بارداری بدم، یه خبر خوش از این مسئله بارداری بدم. ببین شکمش هم داده جلو، داره افتخار میکنه به بارداریش، انگار حس خیلی خوبی نسبت به این بارداری داره. ببینین توی مسائل احساسی عدد 1 اینجا افتاده، شبیه اسبم هست. اگر الان یک رابطه عاشقونه و خیلی مثبت رو دارین، داره میگه که پارتنرت به ازدواج باهات فکر میکنه، اینم عدد 80. خب پارتنرت به فکر ازدواج با تو هستش. و من اینطوری هم میتونم بگم که ممکنه خواستگار براتون زنگ بزنه، یا این پارتنری که باهاش در ارتباطی زنگ بزنن برای خواستگاری.
از طرف کسی که توی اسمش ل داره، خوشحالی دارم برات میبینم، یه دیدار باهاش داری، خوشحالی هم داره اینجا نشون میده برات. دروغ میگه یه نفر بهت، یا از طرف خانواده همسرت هستش یا از طرف خانواده پدری که داره میگه این دروغ داره بهت میگه. خب و دروغش هم دوربین من اینجوری کج گذاشتم، بعد نمیدونم این ابعاد دستمون همه چی رو کج و کله نشون میده. بعد داره میگه دروغ یک شخصی از طرف خانواده همسر یا خانواده پدر براتون رو میشه. ببینین اسفند ماهی اینجا داره به من نشون میده. از اسفند ماهی یه خبر میشنوی، این خبر مسیر کاری و مالی برات حساب میشه. خب یا مثلا اسفند ماه رفته بودی یه جایی برای کار درخواست داده بودی و قرار الان یه خبر بهت برسه. برای کسایی که تو رابطه احساسی اصلا نیت احساسی دارن، یک شخصی رو نشونه من میده که توی مسئله تعهد یکم مشکل داره، یا مچشو میگیری یا مثلا یه چیزی ازش میفهمی ولی پشیمونی این آدم افتاده. میگه من تو دستم ماهو داشتم ولی دنبال ستاره ها افتاده بودم. خودش اینو متوجه میشه. حتی دوستاش هم، اونایی که از وجود شما خبر دارن هم مثلا به این آدم گوشزد میکنن که چرا قراره مثلا فلانی رو نمیدونی، اون برای تو یه گزینه خیلی خوبه. یه شماره تماس دارم من میبینم 820. برو چک کن ببین اون کسی که منتظر تماسش هستی 820 داخل شمارش داره یا نه. چون من اینجا میبینم 820 تو اسم یک شخصی، تو شماره شخصی هستش که بهتون قراره زنگ هم بزنه. برای کسایی که توی جسمشون یه مشکلی پیش اومده، جسمی یا روحی نمیگم، یک مشکلی توی جسمشون براشون پیش اومده، یا دارن پیگیری پزشکی میکنن یا دو دل هستن که پیگیری پزشکی انجام بدن یا نه، در کل این مشکل جسمی شما روی 2 وعده پوچ میشه ولی با کمک پزشک. یعنی اینجا یک نفر که حالا چیز هم میتونه باشه، خدای فیزیوتراپ هم میتونه باشه، کسیه که میتونه بهتون توی این مسئله کمک کنه. اگر نیت طلاق و جدایی دارین یا افتادین تو کارهای طلاق و جدایی یا از پارتنرت جدا شدی، میتونه سنگینی دعا روت باشه. ببین رو کار و مال تو اینا نمیگم، مسئله احساسی تو بستگی روی مسئله احساسی داره به من نشون میده. نگاه کن، هی میخواین درستش کنین دو طرف ها، اونم میخواد هی درستش کنه، درست نمیشه. این آشوب، این اضطراب و این که تو انگار که ناآروم هستی هم به خاطر این دو طلسم میتونه باشه. نگاه کن قهوه چقدر اینجوری قلم افتاده توی ندبکیتم، روی اینم میتونه اشاره بکنه برات. اگر متأهل هستی یا تو رابطه فابریک هم هستی، تو بیو یه قلب زدی، یه حلقه زدی، هرچی، یه پیشنهاد جدید دارم من میبینم و این طرف میدونه که تو دلت با کس دیگه یا تو توی یک رابطه هستی. با تمام اینها داره به من نشون میده که این آدم میاد سمتت، میخواد تو رو مال خودش بکنه، حتی هدیه، تلاش، نمیدونم سورپرایز، از این کارا میکنه برات که دلت رو به دست بیاره. ولی دلتو که به دست بیاره سرد میشه ازت. مراقب باش، یعنی با نیت این که فقط عقده‌ای شده تو به این نگاه کنی، تو به این احساسی بدی، تلاشش رو میکنه بعد میره. از طرف کسی که تو اسمش نون داره، توی 7 وعده خبر میبینم، میتونه 7م، 17م، 27م یا 7 روز بعد از تاریخ دیدن این ویدیو باشه براتون. بچه ها اگر رابطتون به هم خورده حتما یه پاکسازی انجام بدین، چون سنگینیه ته فنجون این آشوبا و این انرژی های منفی به خاطر اینه که یه نفر داره سعی میکنه شما رو با دعا جدا کنه.